من از پروردگار برای هر یکی شما عزت و برکت و سعادتی ابدی با دعا تمنا میکنم. پروردگار همیشه همه شما رو کامیاب، موفق و در تمام کارهای خیر همیشه سرفراز، سربلند، با عزت نگاه حفظتون کند. موضوع امروزه مستقیم ما اطراف صلح در آوردن بین دو قهری یا صلح در آوردن بین دو مسلمان یا مجموعه یا گروهی از مسلمان ها در خود در دایره وسیع باشد، خود در دایره یعنی خرد. آشتی در آوردن یا که صلح در آوردن بین مجموعه چند افرادی یا که دو نفری بین اکا و دو در بین زن شوهر، دو نفر قهری صلح در آوردن یکی از عبادت‌های بزرگ است. حالا ببینید در دین مبین اسلام دروغ گفتن حرام است، لیکن استثناء در سه حالت اجازت است. یک حالتش یعنی برای نجات نفس یا در جنگ، حالت دیگرش بین زن شوهر در مسئله مهر، و حالتی سومش که صلح بین دو طرف، بین یعنی آشتی در آوردن یا صلح کردن بین دو نفر یا قبیله یا اینکه وسیع‌تر یا خوبتر، یعنی برای اصلاح در آوردن بین این افراد یعنی شریعت اسلامی اجازت دادگی است که میونه رو چکار کند، یعنی حتی دروغ بگوید و این دروغش اجر و ثواب تبدیل می شود. فرض کردیم بالا دو اکا و دو دری که قهری هستند، دو فرزند پدری که قهری هستند یا دو همسایه که قهری هستند، بالا میونه رو میرود طرفی رو میگه که خب همین همسایه شما نسبت شما چندم نظری بد ندارد، نسبت شما نظری نیک دارد، میگه خب یک مشکلی شد بین ما و خب دیگه از هم دیگر دور مونده ما. لیکن من میل آشتگی دارم، میل دوستی دارم، میل همسایگی برادری دارم، یعنی هرگز میل نیت دشمنی ندارم. ولی برعکس، یعنی اون دشمنی جانش است، هر وقتی که فرصت اگر بیابد یعنی میزند یا هلاک یا که دیگر چیز آسیب یا ضرر میرسوند. من میخوام دوستی داشته باشم، همسایگی خوبی داشته باشیم، اون دشمنی نمیخواهم، هیچ ضرری به همسایم نمیخواهم یا هیچ ضرری به برادرم نمیخواهم یا هیچ ضرری به زنم یا که بعض شوهرم نمیخواهم. یعنی بین طرفو میونه رو میرود، کوشش میکند، اصلاح میدرارد. حالا در سوره شورا پروردگار میگوید که من عفا و اصلح فاجره علی الله، یعنی کسی که اصلاح بدرارد بین دو قهری، بین دو قهری وقتی که اصلاح میدرارد میونه رو، اجر این به پروردگار هست، اجر این رو پروردگار میداند. در سوره فصیلت هم میگوید پروردگار که ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم. هیچ بدی و هیچ نیکی به پاداش و به عذاب نیست، بدی به عذاب نیست. عذاب بدی رو انسان در همین دنیا میکشد. شروع فکر میکنن که هر بدی کردن، ظلم کردن، فریب کردن یا که ضرر رسانیدن با همین تمام فایده کردن، میگن نه، برعکس. هر کسی ظلم کرده است، هر کسی که زیان رسانیده است، همون زیان دیده و اساساً یا که اصلا ضرر دیده ان همون زیان دادگی یا ظالم هست. اگر ظالم یا به عبارت دیگر وسیعت یعنی اشکرتر، اگر ضرر رسانیدگی، اگر فریب کردگی بداند که چه عاقبت بدی در این دنیا، خصوصا در اون 30 سال پیری چه عاقبت بدی دارد و چه عذاب سختی در روز قیامت انتظارش هست، تا آخر عمر جستجو از همون مظلوم، از ضرر دیدهش میکند تا اینکه اون ضرر را جبران کند، پهلی حلالی طلب کند، یا اینکه ضرر مادی باشد ضرر مادیش را بر بگرداند، اگر ضرر معنوی باشد ضرر معنویش را برقرار کند. یعنی تا آخر عمر دست جستجوی اون بداند که در دنیا و آخرت قیامت
چی ضرری میبیند با تمام هستی و وجودش تلاش میکند تا اینکه اون مظلومش رو همین جا راضی کند. و خاطری که هر ضرر رسانیدگی، هر فریب دادگی، هر ظلم کردگی در خسران و در ضرر است. زور همون مظلومه که ضرر دیده است یا فریب خورده هست که فریب خورده است، زور همون است، کامیاب همون است، موفق همون است. فردا روز قیامت از اجر و پاداشت میگیرد. هم ظلم کردگی انسان رو در پیری، خوری و ذلیلی و عاجزی و ضعیفی و زیر پایت خور و ذلیل میکند. انسانی ضرر دادگی و که فریب کردگی رو خداوند عزوجل میگه استعذ بالله والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. کسایی که خشم خود رو فرو میبرند و گذشت میکنن میگن توکل به خدا یا که بخشیده ما والله یحب المحسنین. یعنی اینا انسانی کامیاب هستن. کی از کامیاب؟ اون ظالم و اون در ظاهر میبینیم که قوی است و ضرر میرساند دیگر اون کامیاب نیست، اون ناکام است. برای این حتی دانشمندان اسلام میگویند که کسی ظلمت کرد اگر میتوانیش ببخشیدش، بخشیدیش، اگر بخشیده پروردگار اجری عظیم برایت میدهد، در همین دنیا عزت و برکت و خیر و سعادتت میدهد و در آخرت اجر و پاداشش حد و کنار ندارد. حد کناری چی؟ اجری چی؟ اجری انمون گذشت کردن و بخشیدن و یعنی حلال کردن و تحلیل کردن و فراموش کردن. اگر میگوید که هیچ که نتوانستی هیچ به زبانت نیار و تماشا کن که پروردگار ظالم را چکار میکند. پروردگار اگر دیرم بگیرد بسا سخت میگیرد. برای همین هیچ وقت تلاش نکن. میگوید دانشمندان اسلام میگن که دو چیز رو هیچ وقت در به زبانت نیار. دو چیز رو، دو کاری رو که در حیاتت شده است هیچ وقت به زبان نیار. مبادا در فکرت چرخ زد حوالهش به خدا یا اینکه بگو که پروردگار رو به خاطر خودت بخشیدمش، یا اینکه حالتی دومش بگو پروردگار رو به درگاهت قبول کن. این دو کار چی هست؟ یکی نیکی کرده رو و کسی نیکی کردی هیچ وقت به زبان نیار که من به فلانی 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 ها رو کمک کردم. نگو هیچ وقت. اگر در ذهنت چرخ زد اومد که روز فلانی فلانی ها رو کمک کردم، بگو الحمدلله. لیکن به زبانت نیار که به کی رو کمک کرده ای. اگر میخواهی عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو، میگن این دو کار رو هیچ وقت به زبان نیار. یکی نیکی کردت رو هیچ وقت به زبان نیار. یکی ظلم شدگی، اون انسان هایی که از خیر و برکت و کمک دیدند و نیکی دیدند، اونها به یک دوست، عزیزترین دوست و برادر تبدیل میشن، چرا که منت نکردی. منت نکردن نیکی و به خاطر خداوند انجام دادن این نیکی برایت عزت و برکت و سعادت می شود. حالا به زبان نیاوردن این ظلم، اون خواه همسایه باشد، خواه زن باشد، خواه شوهر باشد، خواه کسی نباشد، برادر باشد یا که همکار باشد. حالا ظلم، ستم، زیان، ضرر اون رو به زبان که نآوردی، یعنی خداوند عزوجل میگه این از بندم، یعنی این ظلم کردگیش رو هیچ عکس العمل نشان نداد. به خاطر من کفیل این هستم، من اجر و پاداش این مظلوم رو من میدهم، چرا که به خاطر من این از زبان نآورد و به من حواله کرد. رحمت پروردگاری چنان وسیع است که تمام اشیاء رو فرا گرفته است و اجر و پاداش انسان هایی که غضب خود را الکاظمین الغیظ، یعنی غضب خود را فرو میبرند، ظلم و ستمی که دیدگی هستند به زبان نمیارند. به خاطر چی؟ به خاطر پروردگار. اون پروردگار برایشون چنان میدهد که هم مظلوم و هم ظالم در حیرت میمانند. حتی فردا روز قیامت هم همون ظالم آرزو میکند، میگوید ای کاش در جای این مظلوم من میبدم. حالا این که ظالم هست، این خود ظالم هست،
لیکن ارزو میکند که کاش من مظلوم میبودم که این همه عذاب و درد و رنج و آفت و عذاب و شکنجه رو نمیچشیدم یا که نمیکشیدم یا که عذابش رو نمیدیدم. انسان مسلمان باید در تمام کارهایش همیشه تکیه و توکل و تمام کارش رو حواله به پروردگار باید کند. باید که همه یعنی کار و فعالیت و زندگیش رو به خاطر خدا کند و پروردگار بسنده است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ظالم ظلمش میکنه میگه توکلش به خدا. اگر میبخشدش اجر و پاداش عظیم، اگر نمیبخشدش بعد تماشا کن که پروردگار اون ظالم را چیکار میکند. هیچ ممکن نیست که اون ظالم را پروردگار یعنی چیکار نکنه، جزای ندهد ممکن نیست. برای همین کسی که به پروردگار تکیه و امید به پروردگار که میکند، پروردگار کفایت کننده او است و اجر و پاداش عظیم برایش نصیب روز میگرداند. این یک مسئله حال دیگر، انسان‌هایی که میانه روی میکنن آیا اون اجر و پاداش دارد؟ یکی از بزرگترین اجر و پاداش و عظیمترین و بزرگترین اجر و پاداش برای انسان میانه روی که بین دو نفر صلح می‌دارد، بین دو نفر آشتی می‌دارد، این بس اجر و پاداش عظیم دارد. حتی از نماز ثوابش، از نماز و روزه و حج و زکات و از همه این ثواب اونی که میانه روی میکند، چی بین اکا و دادر، چی بین اپا و خواهر، چی اما و خاله و دیگر وقتی که صلح میارد، آشتی میدارد، ثوابش از این همه عبادت و ثواب میانه روی در صلح یعنی برتر و زیادتر است.